گله گرگ‌های گرسنه‌ای که این زن بیچاره رو محاصره کردند و می‌خواستن بخورنش. اما ناگهان اتفاق خیلی عجیبی افتاد که همه رو شوکه کرد و به گریه انداخت. سلام، من محمد هستم و خوش اومدیم به این ویدیو. تو این ویدیو اومدم داستان زنی رو واسه شما تعریف کنم که گله گرگ‌ها محاصرش کرده و می‌خواستن بخورنش. فیلم‌های واقعیش هم آخر ویدیو نشونتون میدم. یک زن به اسم آنا در فصل زمستان به تنهایی برای پیاده روی رفته بود تا کمی ورزش کنه. اون همونطور که داشت میدوید از دور صدای گرگ‌هایی که زوزه میکشیدند و شنید، اما به روی خودش نیاورد. گفت شاید از من دورن و صداشون اینطوری میاد، چون در نزدیکی اونجا کوههای زیادی وجود داشت و فکر کرده بود که صدا اکو شده. اون همونطور به دویدن ادامه میداد، اما چون زمین برفی بود یهو پاش لیز خورد و به زمین افتاد. مچ پاش پیچ خورده بود و نمیتونست درست راه بره و بدوه و هوا هم خیلی سرد بود. همونطور که داشت مشغول مالش پاش بود تا درست شه، ناگهان یک گرگ گرسنه رو دید که داره بهش زل میزنه. خیلی ترسیده بود اما به روی خودش نمی آورد. زود خودشو جمع کرد و بلند شد. تو چشمای گرگ زل زد، اما گرگ جوری نگاش میکرد که انگار فقط واسه دریدن اومده. به نزدیکی خود نگاه کرد و دید که یک درخته که میتونه از اون بالا بره. سریع به سمت همون درخت دوید. بچه‌ها اینم بگم که لطفاً برای حمایت از من لایک و سابسکرایب و کامنت یادتون نره. خیلی ممنونم. بریم سراغ ادامه داستان. اون نزدیکی درخت شده بود و دید که این گرگ تنها نیست. 7 گرگ دیگر هم اونجا بود. وقتی که میخواست بره بالای درخت، یکی از گرگ‌ها کفششو گرفت و نذاشت. اون از درخت لیز خورد و زمین افتاد. گرگ‌ها که میخواستن دیگه گوشت زنو پاره کنن، ناگهان یک خرس قهوه‌ای به کمکش اومد و با گرگ‌ها درگیر شد. گرگ‌ها کمی اونو زخمی کردند، اما توانست گرگ‌ها را فراری دهد. زن ترسیده بود و متعجب شده بود. چرا باید یه خرس به من کمک کنه؟ شاید میخواد خودش منو بخوره. خرس بعد اینکه گرگ‌ها رو فراری داد اومد پیش زن و یه نعره خیلی بزرگی کشید، اما با اون کاری نداشت. واقعا عجیب بود. دختر که پاش تقریبا خوب شده بود آروم آروم پا به فرار گذاشت. بعد اینکه رسید خونش چند روز نتوانست بخوابد. اون به محقق‌ها گزارش داد و به آنها گفت که این اتفاق برای من افتاده. اما محقق‌ها و حیوانشناسان چیزی گفتند که دختر سر جاش فریز شد. آنها گفتند آن دور و بر اصلا خرسی وجود ندارد. اما دختر قسم خورد ولی آنها باور نکردند. اون کم کم داشت روانی میشد و فکر میکرد که توهم زده. اما حیوانشناسان دوباره برای تحقیق به اونجا رفتند ولی چیزی نتوانستن پیدا کنند. آنها فکر میکردند که دختر دروغ بهشان گفته. دختر که میخواست حرفش را اثبات کند به سمت جنگل رفت. به سمت همون جایی رفت که گرگ‌ها به او حمله کرده بودند و خرس نجاتش داده بود، اما چیزی پیدا نکرده بود. حتی رتبای خرس هم اونجا وجود نداشت. دختر خیلی تعجب کرده بود. او هر روز همان ساعت به سمت همون جنگل میرفت تا بتواند شاید دوباره خرس را ببیند، اما نمیتوانست چیزی پیدا کند. در همین حین یک روز وقتی که دوباره میخواست بره جنگل، مردی رو دید که داره از اون ور رد میشه. ظاهرا چوب بر بود و داشت هیزم جمع میکرد. از او پرسید آیا تا به حال از اینجا که رد می شدی خرسی را دیدی؟ مرد گفت نه. دختر گفت اصلا اینجا خرسی وجود داره؟ مرد گفت من 20 ساله که اینجا زندگی می کنم و هیچ خرسی ندیدم. دختر کم کم داشت روانی می شد. اون یه فکری به ذهنش رسید. گفت که اگه میخوام خرسا را پیدا کنم باید اون گرگ‌ها را تعقیب کنم. اون یکی از گرگ‌ها را تعقیب کرد که به همان سمت میرفت. گرگ نزدیک همون درخت شد و دید که یک خرس بزرگ از اونجا بیرون اومد
و اون گرگ رو فراری داد. دختر واقعا ترسیده بود و فکر میکرد که این خرس یک روحی یا همچین چیزیه. اون نتوانست طاقت بیارد. زود به سمت خرس دوید. اون میخواست با گوشی خودش از اون خرس فیلم بگیره، اما خرس زد روی دستش و گوشی زمین افتاد و گوشی رو له کرد. دختر داشت گریه میکرد. به اون خرس گفت تو کی هستی؟ از کجا اومدی و چرا منو نجات دادی؟ خرس یه نعره خیلی بزرگی دوباره کشید. دختر دوباره این سوال را پرسید. خرس گفت لطفاً لایک و سابسکرایب کنید. بله، خرس اینو گفت. هرچی داشتیم میشنیدین همشو کسچر گفتم. این روزا کسخل شدم و دارم این داستانا رو طرح میکنم. اگه از این داستان بسیار زیبا و مفهومی و آموزنده خوشتون اومد، لطف میکنید کامنت بذارید، لایک کنید و سابسکرایب کنید. عجب کسخلیم من که شما رو هم کسخل کردم. ولی آجی واقعا داستانش خوب بود. این پارت دوش بیاد خیلی جذاب میشه. کسایی که خواهان پارت دوان کامنت کنن تا بذارم. تا ویدیوهای دیگر فعلا خداحافظ.